سلام بینندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر را از طریق تلویزیون ماهوارگی مستقل صفا براتون پخش خواهیم کرد. در استودیو مرکزی من بیک رحمانی. طبق اطلاعات سفارت تاجیکستان در روسیه، در پناهگاه اطفال یتیم ترانزیت در شهر سنت پتربورگ همکنون 4 نوروز 8 تا 17 ساله تاجیک نگهداری کرده می شوند. گفته محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه، این کودکان عزیز جان سال تولدش 23 یونی سال 2005، سیاره سال تولدش 28 هفت سال 2003، باشنده ولایت سوخت، سمریدین سال تولدش 20 فوریه سال 1997، زاده نایب باختر و لقمان یکیم سال تولدش 27 یونی سال 1996 ساکن نایب وخش ولایت ختلان می باشند. آقای ایگمزاد در صحبت با رادیو آزادی گفته است که این کودکان به هنگام آورگردی در خیابان‌های شهر از جانب ماموران پلیس سنت پتربورگ بازداشت شدند. منبع افزود حالا معلوم نیست که این والدان کودکان از کجا هستند و آنها به کدام راه به این شهر راه یافتند. آقای ایگمزاد همچنین افزود که این کودکان به دست والدان خویش تبارانشان داده می شوند و یا در صورت یتیم بی‌سرپرست بودن آنها این کودکان به پرورشگاه تاجیکستان سپرده خواهند شد. این بار اول نیست که این کودکان آورگردی تاجیکستان از کوچه های روسیه مقامات کشور بازداشت کنند. ماه ینوری سال 2013 مقامات 30 کودک تاجیکستانی را به پناهگاه ترانزیت سنت پتربورگ گرفته به تاجیکستان انتقال داده بود. این کودکانی بودند که اکثرشان با سبب کوتاه‌دستی والدانشان به تربیت مؤسسات دولتی واگذار شدند. نخست وزیر ترکیه تصمیم گرفته است که با قیمت 100 میلیون دلار در ایالات متحده آمریکا مسجد برپا کند. طبق خبرگزاری نخست وزیر ترکیه مکان این مسجد را به وزیر امور خارجه آمریکا بازدید کرده است. مسجد مذکور مرکز فرهنگ و تمدن آمریکایی ترک نام دارد. در ساختمان آن معماری اسلامی ترک با کار رفته ایستاده است. قرار است اون در پایان سال 2014 مورد بهره برداری قرار داده شود. بنابر گزارش این مرکز فرهنگی اسلامی متشکل از 5 ساختمان است که از آنها یکی مسجد بوده 7500 نمازگزار را قبول خواهد کرد. محمد جون احراری استاد دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان همچون اعضای کمیسیون قبولی داوطلبان با استفاده از وکالت‌های خدمتیش برای داخل نمودن داوطلب افسلف خرمانگل به شعبه بودجه فاکولته مکانیکی تکنولوژی دانشگاه مذکور 1600 دلار امارات متحده آمریکا را به صورت پاره طلب کرده است. قبلا فتا سیدف رهبر آژانسی ضد فساد در نشست خبری در دوشنبه صحبت کرده گفت فعلا کارهای سنجشی در دانشگاه ادامه دارد. برای یک بار آشکار نمودن حالتهای رشوه‌ستانی آژانسی نیرویی کافی ندارد. حالا دوران داخل شوی داوطلبان با دانشگاه تاجیکستان است. هرچند ساکنان میگویند که بسیار وقت به طلب رشوه آموزگاران مسئولان دانشگاه روبرو میشوند، ولی مقامات وزارت معارف و دانشگاه ها این چنین حالت را با شدت رد میکنند و میگویند که یگان نمودی استاف که وارد شوی به دانشگاه وجود ندارد. گروهی سازی و آوازی لیتوانی برکت سرودهای تاجیکی را میخواند. مورد به یادآوری است که این گروه در چندین فستیوال‌های جهانی اشتراک کرده با سرودهای تاجیکی خاطره تماشابینان را شاد گردانیده است. در رپرتوار این گروه برنامه‌ها بخشیده با آوازخوان زنده‌ی تاجیک نرگس بندیشایوا و دیگر سرود و ترانه‌های تاجیکی را صدا می‌دهند. این گروه ترانه‌های بدخشانی را با اسلوب غربی جاز می‌سراید. باعث خرسندی است که این گروه در تاریخ 11 آگوست در شهر دوشنبه کنسرت خود را برپا خواهد کرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم یوسف یوسفی. روزهای 2 تا 4 آگوست سال 2013 در شهر بوروفسکی ولایت کالوگاه روسیه فستیوال راه به سوی خود شده گذشت که در آن بسیار گروه‌های آوازخوانی که از موسیقی‌های ملی استفاده می‌برند اشتراک کردند. در این فستیوال گروهی لیتوانی براکا که اساساً ترانه‌های مردمی بدخشان را در رپرتوار خود جای داده است با موفقیت هنری خود را به نمایش گذاشت. این هنرنمایی از طرف تماشابینان روس خیلی خوش پذیرفته شد.
با دیمیتری یفسیکوف رهبر گروه مراجعت کرده پرسان شدیم که چرا محض ترانه‌های پامی را انتخاب کرده است. Дело в том, что мы в таджикской и памирской музыке нашли то, что в Европе уже начинает исчезать. Обычная песня, она немножечко ушла. То есть вот мы смотрим, например, какой-то конкурс большой, и там мелодии уже нету. А в вашей музыке мелодия настолько красивая и яркая, и мы не могли обойти это стороной. И взяли, немножечко туда добавили джазу, немножечко добавили Запада, и это стал уже продукт такой универсальный. То есть мы можем ее сыграть и для жителей Запада, и для жителей Таджикистана, они и те, и другие будут рады, и они поймут это. شما روزهای نهم و 11 در شهر خاروق و هم در شهر دوشنبه کنسرت ها به نمایش میگذارید. از این کنسرت ها چه انتظاری ها دارید؟ И благодарны организаторам, Ориона Медиа и нашим спонсорам, банкам, которые предоставили нам такую фантастическую возможность поехать в Таджикистан с двумя большими концертами. Мы открываем радио Имрус в Хароге, это прямо на Памире, а затем у нас концерт в гостинице «Сирена» в центре Душанбе на проспекте Рудаки. То есть это для нас, это огромный подарок судьбы, и мы очень рады, что состоится наконец-таки, свершится наша мечта, состоится этот концерт. И мы желаем нашим слушателям получить удовольствие от того, что мы делаем, а нам самим хотим пожелать удачи, чтобы все удачно прошло, потому что дорога дальняя, чтобы все долетели хорошо, самолеты приземлялись, чтобы все было хорошо. Спасибо, удачи. Спасибо большое, всего вам доброго. افسوس که دارم دشت و بیابان مردم دور از وطن و چه دازیشان مردم یک بار چهده بیکن به یاران و رفیق در حد بنویس که من پر ارمان مردم امروز پس از نماز جمعه ده ها هزار نفر از 27 مسجد با حامیان محمد مرسی در میدان‌های نهضت و رابعه هدویه پیوستند. این گردهمایی در چارچوبه تظاهرات میلیون نفره برگزار گردیده ایستاده است که ائتلاف ملی حمایت از قانونیت‌ها و دموکراسی گروه اخوان المسلمین مردم را برای شرکت ورزیدن در آن دعوت کردند. گفته می شود در قطار مردم عادی و هواداران مخلصان محمد مرسی صدها تن از شورشیان نیز با شعار مردم سرنگون کردن حکومت نظامی را می‌خواهد به میدان رابعه ادوی پیوستند و مردم میدان آنها را خوش پیشواز گرفتند. این در حالی است که حازم بابلاوی نخست وزیر موقتی مصر شب گذشته بار دیگر هشدار داد که نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن گردی آمدگان میدان از نهضت و رابعه ادوی وارد عمل می شوند. اینجا ما برنامه اطلاعاتی خبر را به پایان می رسونم. سربلند و خانه آباد باشید.